سلام بچه ها، امروز میخوام براتون یه کاردستی درست کنم. خب برای این کار به چند تا قوطی کبریت احتیاج داریم و برای هر قوطی کبریت 3 تا کاغذ میخوایم که طولش 10.5 سانتی متر باشه. این 3 تا کاغذ رو مثل ویدو روی قوطی کبریت ها میچسبونیم. تو این مرحله کاغذها رو قوطی کبریت برمیگردونیم. همونطور که میبینیم قوطی کبریت دوم رو برعکس میذاریم رو قوطی کبریت اول و کاغذها رو از پایین روش تا میکنیم و چسب میزنیم. فقط حواستون باشه که هر کاغذی رو با یه چسب بچسبونید. همین کار رو برای همه قوطی کبریت ها انجام میدیم. در نهایت یه همچین چیزی داریم. بزن بریم ببینیم نتیجهش چی میشه. عجب، ببین چی شد. اینو بفرستیم واسه مامانا که برای بچه هاشون درست کنن و یاد بگیرن.